به نام خدا و سلام. محمد مهدی علیزاده هستم. با ادامه آموزش‌های برنامه‌نویسی اندروید در خدمت شما هستم. در ادامه میریم سراغ این که با یکی دیگه از ویوها آشنا بشیم که ممکنه در برنامه‌هایی که میسازید یا فرم‌هایی که قراره در واقع بذارید برای کاربران به درتون بخوره. اسمش هم رادیو باتن هست که حتما دیدید. رادیوها یا رادیو باتن ها گزینه‌هایی هستند که زمانی که شما میخواید بین چند تا انتخاب بگید که یکیشو کاربر علامت بزنه به درد میخوره. یه نمونه خیلی خیلی ابتدایی مثلا میتونه یه دونه تست 4 گزینه‌ای باشه که کاربر حتما باید علامت بزنه، یا انتخاب جنسیتش زن هست یا مرد که توی خیلی از فرم‌های ثبت نام شما میبینید که اینو میذارن. و حالا هر جایی که شما چند تا استیت یا حالت مختلف رو برای یک سوال میخواید بذارید و از بین اون گزینه ها هم خارج نخواهد بود. 2 تا ابزار معمولا استفاده میشه. یکی ابزار اسپینر که در واقع یک دراپ داون هست که باز میشه، یک آیتم کشویی که باز میشه و شما یکی از گزینه ها رو انتخاب میکنید. یکی از گزینه ها هم در ابتدا معمولا به صورت پیش‌فرض انتخاب شده هست معمولا. و یا رادیو باتن ها که معمولا میبینید که همه گزینه ها دیده میشن و یکیشو کاربر علامت میزنه. هر کدومش مزایایی داره. مثلا رادیو باتن ها فضای بیشتر میگیرن چون تمام آیتم ها دیده میشن. در نتیجه معمولا برای انتخاب های بین 3 یا 4 گزینه مناسبن دیگه، حد اکثر 5. از بین اون 5 تا یکی رو انتخاب کنید. اما اسپینرها برای تعداد زیاد خیلی مناسب ترن چون دیگه یکیشون فقط دیده میشه و زمانی که روش کلیک میکنن کشو باز میشه، یکی دیگر رو انتخاب میکنه و تمام. نظم صفحه به هم نمیخوره و ما هر دو رو حالا آموزش میدیم. الان رادیو باتن رو با هم دیگه کار میکنیم و اسپینر هم در این فصل یا فصل بعدی حتما باش کار خواهیم کرد. الان اکتیویتی خالی و رادیو باتن اکتیویتی این است. چون در مورد رادیو باتن میخوام صحبت کنم، سفر هم به نام همین میذارم تا کدهای مربوطه رو از توی همین اکتیویتی شما مطالعه بفرمایید. خب و در مین اکتیویتی که صفحه ورود به برنامه‌مون هست و صفحه شروع برنامه، یه گزینه به منو اضافه میکنم. منو اد یه گزینه با نام رادیو باتن اصلا به هم میچسبونم که set on menu item click listener اولی که خودشون توی پرانتز نیو on menu item click listener و سمیکالون حتما یادمون نره و میگیم زمانی که روی این آیتم کلیک شد چی کار بکنه. دوباره میگیم که استارت اکتیویتی و میخوام یک اینتنت جدید رو اجرا بکنه. اینتنت جدیدی که میخوام اجرا بکنی از main activity.this قرار پکیج کانتکستشه و میخواد بره به کجا؟ به رادیو باتن اکتیویتی که من باید کلاس رو بهش بدم. رادیو باتن اکتیویتی دات کلاس. خب این که برای جابجایی. حالا رادیو باتن رو میخوام بذاریم توی صفحه. اول از همه بریم تو لیاوتش ببینیم که چطوری اصلا میشه قرار داد. ببینید لیاوت. خب اینجا یک کنترل یا کامند رو نگه دارید و روش کلیک بکنید تمام. خب این لایه‌ای هست که الان میبینیم یه ریلیتیو لیاوت. حالا من با ظاهر این کاری ندارم، میخوام توی این صفحه یه دونه رادیو باتن بذاریم و بعد مقادیر رو ازش بخونیم و بریم جلو. این رادیو باتن هست که شما میتونید یه دونه به این اضافه بکنید. ببینید این یکی شد. یکی دیگه هم اضافه میکنم. مثلا چند تا گزینه داریم دیگه؟ 3 تا گزینه داریم. خب این 3 تا گزینه الان اینجا هستن. 1 2 3. این رادیو باتن های من. حالا من برای این که اینا دونه دونه آدرس بدیم اینو میذارم لینیر لیاوت. خب چینش خطی. پدینگ هاش که خوبه فرقی نمیکنه، فقط اینجا اورینتیشن رو هم میدم ورتیکال که این بشه عمودی. حالا هرچی بدیم اینجا زیر هم دیگه خودشون قرار میگیرن. یه دونه رادیو باتن پس اول میدیم رپ کانتنت که لیاوت گراویتیش میشه left
سمت چپ قرار بگیره توی صفحه این کنار و متنی هم که داشته باشه، مثلا فرض بکنید که میذاریم اسپورت، خب یه همچین چیزی. یا اصلا قرار مقصد سفر به یک شهر رو توی فرم بپرسیم، مثلا اولین مورد کیش هست. یه رادیو باتن دیگه مورد دوم مشهد هست و یه دونه دیگه ازش کپی میکنم، مقصد تهران، و یا مورد دیگری اصفهان. خب این 4 تا. الان 4 تا گزینه داره. این مثل تمام ویو هایی که توی لینیر لی‌آوت و همه جا داریم، اینا همگی میتونن مارجین داشته باشن. مثلا شما به این میتونید یه مارجین 10 دیپی بدید. مارجین یعنی از چپ راست بالا و پایین همه رو با هم اعمال میکنه. و بعدی همینطور مارجین بدید 10 دیپی. اگه فکر میکنید خیلی به هم نزدیکن، بعدی مارجین 10 دیپی. یکسان میدم که همشون مثل هم باشن و مارجین 10 دیپی. خب این الان 4 تایی هن که میبینید کنار هم قرار گرفتن. خب بذارید همین اول کار، حالا من البته به اینا آیدی ندادم، بذارید که ما در انتهای اینها یه آیدی هم بهش بدیم. @+ID یا آیدی جدید برای این رادیو باتن من اسمشو میذارم RB رادیو باتن کیش یا رادیو باتن 1 دیگه، خیلی کوتاه. آیدی بعدی رادیو باتن 2 که البته @+ID رادیو باتن 2. سومی البته آیدی رو تایپ کنم. خب @+ID رادیو باتن شماره 3 و مورد آخر هم @+ID رادیو باتن 4. خب من الان فرض بکنید که 4 تا حالت مختلف دارم که کاربر قراره انتخاب بکنه کجا میخواد بره. خب حالا میتونستیم یکی از این رادیو باتن ها رو بذاریم توی فرمی که تو مین اکتیویتیمون داریم. تو مین اکتیویتیمون یه فرم داشتیم و یه مثال از ساخته فرم زده بودیم. خب حالا اینو اول اجرا بکنم، شما ظاهر این رو ببینید تا برنامه بیاد بالا. ما این رادیو باتن ها رو ببینیم و یک نکته خیلی مهم رو اینجا با هم دیگه در مورد رادیو باتن ها یادآوری کنم. این امولاتور باید حتما آنلاین بشه اول اصطلاحاً، یعنی بیاد بالا رو سیستم عاملش. خب امولاتورمون اجرا شد و اومد بالا. توی منو مبحث رادیو باتن رو داریم کار میکنیم با هم و این الان دکمه‌ای هست که ما مثلا قرار دادیم در فرممون و قرار یکیشو انتخاب بکنه. خب کاربر ما الان اولی رو علامت میزنه، دومی رو هم علامت میزنه، سومی رو هم همینطور. ببینید اگه دوباره روش کلیک بکنه از حالت انتخاب شده خارج نمیشه. مورد آخر هم همینطور. ببینید الان کاربر ما هر 4 تا رو انتخاب کرد. چه اتفاقی میفته؟ ببینید رادیو باتن اصولا دلیل وجودش این هست که شما بین چند گزینه یکی رو قابل انتخاب کردن بذارید برای کاربر. برای مثال مورد خیلی پرکاربردش جنسیت هست دیگه. دارید یه فرم عضویت میسازید و از کاربرتون میخواید که خب نام خانوادگی، حتی شماره پدر، شماره تلفن خودش، کد ملی، شماره شناسنامه، همه اینها رو ثبت بکنه. یه جا از کاربر خواستید جنسیتش رو هم انتخاب بکنه. خب حالا کاربر این فرم رو تایپ کرده، همینطور اومده جلو، فرض بکنید 10 تا مورد رو پر کرده. شما حواستون نبوده یکی رو انتخاب کرده پیش فرض. حالا میره دومی رو انتخاب میکنه، دومی هم علامت زده میشه، یعنی هر دو مورد علامت زده میشه. خب الان کاربر باید چی کار بکنه؟ ببینید درسته از ابتدا علامت زده نبود، میتونستید بگید خب یکیشو باید انتخاب میکرد دیگه، ولی الان نرم افزار شما باگ داشته و این دردسر برای کاربر ایجاد میکنه. کاربر مجبور دوباره برگرده یه صفحه بیاد مجددا وارد فرم بشه و پر بکنه و حواسش باشه که اشتباه نکنه، در صورتی که شما حواستون نبوده
و این رادیو باتن رو با فلسفه اصلی خودش قرار ندادید اینجا. منظورتون همون بوده ولی به این نکته دقت نکردید. کاری که همین الان من عمدن انجام ندادم که ببینیم یه همچین اتفاقی میفته. نکته خیلی خیلی مهم این هست که ما رادیو باتن رو میخوایم بگیم که چند تا گزینه داریم با هم، مثلا گزینه 1 کیش، مشهد، تهران، اصفهان. این 4 تا گزینه ما هست. از بین این 4 تا گزینه میخوایم بگیم یکی رو انتخاب کن و وقتی یکی رو انتخاب میکنی بقیه از حالت انتخاب شده باید خارج بشن دیگه. برگه پاسخنامه یه تست فرض بکنید کنکور نیست که اگه یکی رو علامت زده و میخواد پاسخش رو عوض کنه باید یکی رو پاک کنه با دردسر و برگرده جدید رو علامت بزنه. نه، اینجا خیلی راحت باید وقتی روی گزینه اول کلیک میکنه بیاد بزنه تهران، خب باید از روی کیش از حالت انتخاب یا چک خارج بشه. برای اینکه این اتفاق بیفته ما باید به برنامه، یا بهتر بگیم همین لیاتمون دیگه، چون لیات بعد تبدیل میشه به یه دونه جاوا ویو که اینجا میاد و اینفلیتش میکنه، ست میکنه توی این اکتیویتی محتواشو. این لیات ما باید بهش بگیم که این 4 تا گزینه همگی با هم مربوط به یک سوال هستند و قابلیت انتخاب شدن همه با هم نیست. هیچ دوتایی با هم نیست، حتما یک باید انتخاب بشه. خب میتونه یکی از اینها پیشفرض انتخاب شده باشه، مثلا به صورت پیشفرض کیش انتخاب شده باشد تا کاربر انتخاب بکنه. میتونه هیچ کدوم انتخاب شده نباشه که اینو همین الان میبینیم دیگه. ما همین الان توی برنامه‌مون از ابتدا، بذارید برگردم مجددا بیایم توی این صفحه، میبینید هیچ کدوم انتخاب شده نیست و حالا کاربر یکیشو انتخاب میکنه. ولی زمانی که یکی رو انتخاب کرد و خواست عوض بکنه، ببینید اتفاقی که نباید بیفته میفته. در واقع پاسخ کاربر عوض نمیشه. برای اینکه عوض بشه به این لیات میگیم این 4 تا همگی باید با هم در نظر گرفته بشن و زمانی که یکی انتخاب کرد پاسخ عوض کرد دیگری از حالت انتخاب خارج بشه. این کار خیلی راحت انجام میشه به این صورت که ما کافیه هر چند تایی از رادیو باتن ها که توی یک مجموعه قرار دارن رو با هم گروه بکنیم و خیلی راحت این کار انجام میشه. ببینید من اینها رو همه رو کوچیک میکنم، میبندم که دیده بشه. 4 تا رادیو باتن دارم. من میام از داخل این لی‌آوت یه دونه رادیو گروپ میسازم و میگم این گروه من رپ کانتنت. حالا من به تک تک اینها اومده بودم مارجین داده بودم، میتونستم خب ندم ولی خب حالا گذاشتم، میتونم اینجا بدیم. اما مهمتر از همه اینه که من اینو باز میکنم، این رادیو گروپمونه، یا میتونیم از اینجا این کار رو انجام بدیم. بگیم تک تک اینها 1 2 3 4 رو منتقل میکنم داخل این. ببینید دارم میکشم، درگ اند درگ میکنم داخل این، دراپ. الان همه اومدن توی این. اگه توی تکستم نگاه بکنید همشون داخل این تگ رادیو گروپ شدن، وارد بادی این شدن. خب الان هر 4 تا در این رادیو گروپ وجود دارن. معمولا به رادیو گروپ یه آیدی میدن و نقش اصلی رو این داره. من مثلا میذارم RG یا اصلا رادیو اندرلاین گروپ. خب این رادیو گروپ ما هست. من به این لیاوت گراویتیش هم میدم لفت که کلا بیاد سمت چپ و البته اینا تک تکشون این رو داشتن ولی خب دیگه اینو گذاشتیم. خب حالا اینو اجرا میکنم که ببینیم با هم دیگه چه اتفاقی دقیقا میفته. الان موقع اجرا میبینیم که البته هنوز اجرا نشده و اینو ریستارت نکرده. فکر میکنم خودش این رو ریستارت بکنه چون یه آیتم جدید اضافه شده. من دقت نکردم که در همچین حالتی چه اتفاقی میفته معمولا. خب نتیجه رو با هم ببینیم. این رادیو باتنی هست که ما الان با هم دیگه این 4 تا مورد رو گروپ کردیم. حالا میتونستیم دو تا گروپ بکنیم که ببینید نتیجه رو. حالا خودتون تست بکنید. هر چند تا رادیو باتنی که با هم گروپ بشن این ویژگی رو دارن. مثلا مشهد رو انتخاب میکنم، بعد میام اصفهان رو انتخاب میکنم، از روی مشهد سویچ میشه روی اصفهان. بعدی همینطور ببینید چنج میشه، اینها عوض میشه. از ابتدا هم هیچ کدوم انتخاب شده نبودن ولی ببینید. حالا اگه بخوام به صورت پیشفرض یکیشون علامت زده باشه، مثلا شما فرض بکنید گزینه مربوط به مشهد
میتونید checked رو بذارید true و در این حالت دیگه این علامت زده خواهد بود. این بار دیگه زیاد تفاوتی نکرد، فکر میکنم زود همین رو ریستارت بکنه اکتیویتی رو. خب البته این الان انتخاب کردم و من دستکاریش کردم. ببینید از ابتدا روی مشهد علامت زده شده. خب حالا من این چک رو برمیدارم تا شما ببین. اینجا به هر کدوم یه وزنی هم داده. حالا در مورد وزن ها که صحبت کردیم و این توی این قسمت برای من اصلا مهم نیست و باش کاری ندارم. خب حالا بیایم توی اکتیویتیمون. من یه دکمه هم بذارید اینجا قرار بدم. زیر این یه دونه باتن میذارم رپ کانتنت و لیاوت گراویتی اینو میذارم سنتر ورتیکال. یه مارجین هم بهش میدم مثلا 6 dp و تکستی باید داشته باشه. متن توش میذارم دیسپلی و یه آیدی ات پلاس آیدی btn دیسپلی. خب اینجوری شد. این هم از این. البته اینجا شاید اینو میذاشتم سنتر میومد وسط. خب یا اصلا دیگه همون سمت چپ مثل بقیه باشه، مارجینش هم مثل بقیه 10. حالا ببینید تو این اکتیویتی من یه دونه رادیو گروپ دارم، رادیو آندرلاین گروپ مثل خودش. یه دونه هم دکمه داشتم btn آندرلاین دیسپلی مثل آیدیش نامگذاری کردم که دیگه لازم نباشه حفظ بکنیم. خب توی متد آن کرییتش رادیو گروپ رو میگم که این برابر بوده با find view by id r.id آیدیش هم رادیو گروپ و همینطور btn دیسپلی مون هم بوده find view by id r.id btn underline دیسپلی. هر دو اینها کست میخوان alt اینتر و اینجا هم alt اینتر که کستش بکنه. خب حالا روی دیسپلی که کلیک میشه میخوایم چی کار بکنیم؟ میخوام روی دیسپلی که کلیک شد set on click listener this. خب لیسنرش رو میذارم همین کلاس، یعنی این اکتیویتی. خب این اکتیویتی الان ایمپلمنت نکرده اینترفیسی که بتونه گوش بده هر زمان روی کلیک شد چه اتفاقی بیفته. کافی اینجا ایمپلمنت بشه. خودش هم میتونه راحت ایمپلمنت بکنه، یعنی بنویسه برامون اینجا ایمپلمنت کن آن کلیک لیسنر رو و وقتی اوکی میکنیم این متد اضافه میشه. تمام. یعنی کل عملیات ایمپلمنت کردن اینه که اینو اینجا اضافه کنید همون کلاس و متد آن کلیک رو هم اوورراید کنیم. حالا آن کلیک زمانی اجرا میشه که لیسنر اون ویوی من این کلاس ست شده باشه. یعنی الان زمانی که روی این btn دیسپلی کلیک بشه چون لیسنرش همین کلاسه این اجرا خواهد شد. من همون اول بگم اگر view get id با btn display.getID برابر بود این برابری نشون میده که روی همین ویو کلیک شده. حتی میتونستم بگم اگر view equals btn display یعنی view همون btn دیسپلیه چون روش که کلیک میشه پاس میشه اینجا دیگه. این هم میتونید بگید. حالا هر دو هست فرقی نمیکنه. خب اینجوری دو تا عدد رو مقایسه کردیم خیلی راحت تره. دو تا آبجکت رو بخوایم مقایسه بکنیم اونم ویو با اون هم پراپرتی یا نحوه مقایسه اون دوتا هم رفرنسشونه که ببینه به یه جا اشاره میکنن یا نه دیگه راحت ترین کار که ما همون کار کردیم. خب حالا این اگر که روش کلیک بشه میخوایم چی کار بکنه؟ بیایم با این بازی کنیم، با این رادیو گروپ بازی بکنیم. وقتی روش کلیک میشه من میخوام ببینم رو رادیو گروپ چه آیتمی انتخاب شده هست. پس حالا میخوایم متدهای اینو بشناسیم. ببینید رادیو گروپ اول از همه یه ویو هست، پس خیلی از این آیتمایی که میبینید یا متدهایی که میبینید جزو ویژگی هایی هست که هر ویوی داره. یعنی باتن داره، تکست ویو هم داره، همه اینها دارن. خیلی هاشون این مورد رو دارن. مثلا فرض کنید ست لیاوت پارامز اینو همشون دارن، آن کلیک لیسنر رو همشون دارن و بقیه موارد. خب اما یکیش مثلا این یکیه آن چک چنج لیسنر، یعنی زمانی که وضعیت انتخاب تغییر میکنه به اون گوش بده. هر زمان تغییر کرد
برام یه کاری انجام بده دیگه. مثلا من میخوام هر لحظه اون آیتمی که الان در حال انتخاب شده هست رو اصلا بریزم توی یه متغیر اینجا، بر اساس اون یه متغیری هی ست بشه، هر زمان تغییر کرد هم خب طبیعتا باید تغییر بکنه. مثلا یکیش اینه. و بقیه موارد مثلا آلفا رو همه دارن، انیمیشن، بک‌گراند و بقیه موارد همه این ویو ها دارن. حالا من از گترهاش با هم دیگه صحبت میکنم. ببینید get checked radio button ID این چیزی که خیلی کاربرد داره میگه که آیدی اون رادیو باتنی که الان در حالت انتخاب شده هست به من بده. یعنی در لحظه‌ای که اگر اصفهان انتخاب شده باشه و من روی دکمه دیسپلی کلیک بکنم، در اون زمان رادیو گروپ به من با نوشتن این دستور آیدی این رادیو باتن رو خواهد داد. آیدیشو، خودشو نه، یا از بین گت چکتا فقط همونو میده، آیدیشو میده تا من بفهمم چی بوده. خب کاربردش کاملا همینه. حالا من میام میگم که radio group get checked radio button ID اینو میخوام دریافت بکنم و در یه اینتیجری با نام radio button ID ذخیره کنم، مثلا به این شکل. خب با این دستور میفهمم آیدی اون رادیو باتن یا دکمه رادیویی که گذاشتن چیه. خب این رادیو باتن الان چه آیدی دارد اینجاست، ولی آیدی تنها به دردم نمیخوره. مثلا من میخوام زمانی که روش کلیک میشه، حالا این دیسپلی هم هست، اون متنی که الان اینجا هست، مثلا اصفهان، تهران، مشهد و غیره رو برام بذاره اینجا بنویسه یا توست بده. درسته؟ خب حالا من این کار رو بخوام انجام بدم، مثلا اینجا میام میگم که خیلی راحتش اینه که میگم دنبال یه رادیو باتن میگردم، رادیو باتن که میخوام بر اساس آیدی برام پیداش کنی، find view by ID. و آیدیش دیگه این دفعه نیست r.id فلان، دیگه تو ریسورس ها دنبالش نمیگردم چون نمیدونم دقیقاً کدومه، ولی این یه عدده، همین عدد رو میدم بهش، تمام. و این خب حالا این یه رادیو باتنه RB، کستش هم میکنه. حالا که من خودشو دارم هر کاری دوست دارم باش میکنم. حالا رسیدیم به رادیو باتن. ببینید با رادیو گروپ شروع کردیم، با سوال 4 گزینه‌ای شروع کردیم، فهمیدیم کدوم گزینه انتخاب شده. این رادیو باتن خود گزینه است، اینم 4 تا گزینه‌اش بود رادیو گروپ. خب حالا هر گزینه رو ببینید، مثلا یه ویوی هست تمام آیتما رو داره، مثلا is checked به ما میگه که الان در چه وضعیتیه، چک خورده یا نه. یکیشی. دوم میتونیم ست کنیم وضعیتشو، یعنی عوض کنیم، میتونیم تاگل کنیم روش. ببینید الان من همین تاگل رو انتخاب میکنم، شما اینو تماشا کنید. وقتی روش کلیک کردیم میایم آیدی اون گزینه رو پیدا میکنیم، خودشو به دست میاریم و تاگلش میکنیم. تاگل یعنی تغییر وضعیت، از 0 به 1، از 1 به 0، از true به false، از false به true. هر حالت باینری یا دوتایی رو در نظر بگیرید. تاگل یعنی برعکس کردن، از حالت انتخاب شده به حالت انتخاب نشده و غیره که دیگه خودتون آشنا هستید دیگه، راحته. ببینید روش کلیک بکنیم، خب نه نمیتونه تاگلش کنه. اصلا ببینیم درست گرفتیمش تا بعد بیایم تاگل بکنیم مثلا. یا حتی من ست چک رو میذارم فالس. با این چی؟ چون ما گفتیم که این رادیو باتنی هست که در حالت انتخاب شده قرار داره دیگه، اونو بگیریم و set checked false میشه. خب این گزینه تاگلش مثل این که درست کار نکرد. حالا برای تاگل کردن میتونید از این تکنیک هم استفاده کنید. بگید set checked یعنی میخوام وضعیت رو تعیین کنم، میگه true یا false، میگیم not a radio button get checked، البته is checked چون بولیانه. خب در واقع تو این حالت میگیم که اگه در حالت چک هست برعکسش کن، میشه not checked، یعنی حالت معمولی انتخاب نشده. اگر انتخاب نشده هست برعکسش کن انتخاب بشه. ولی خب الان میدونیم که انتخاب شده است، چون اینجا ما اونی که انتخاب شده اصلا گرفتیم. حالا اگه هیچ کدوم انتخاب نشده باشن چی میشه این وسط؟ نمیدونم. خب با هم تست میکنیم. یه توست بدیم make text. خب کانتکستش this، همین اکتیویتی خودش کانتکسته و متنی که میخوایم بدیم بگیم radio button get text. متنت رو به استرینگ هم تبدیل کن.
و toast dot length short در یه زمان کوتاه شروع. خب پس الان رو هر کدوم کلیک میشه باید متن توش، متن گزینه انتخابی نمایش داده بشه دیگه. مثلا اصفهان میگه اصفهان، اگه کیش باشه میگه کیش و غیره. خب این تمام کاری هست که ما به رادیو باتن انجام میدیم دیگه. میخوام ببینیم چه گزینه ای رو انتخاب کرده و تمام. البته ببینید یه وقت هست شما میگید خب من متن گزینه رو میذارم، این گزینه 1 2 3 4. خب فرض کنید داریم یک کویز رو الان برگزار میکنیم، این یک سوال بوده، متن سوال این بالا میذارید، تکست و 4 تا گزینه، این هم انتخاب یا جواب دادن دیگه. خب 1 2 3 4 شما که نمی نویسید 1 2 3 4، میگید گزینه 1 من مثلا یه متنیه، یک جمله، گزینه 2 من یه جمله دیگر، گزینه 3 من جمله دیگر، گزینه 4 من مثلا سوال این بوده پایتخت ایران کدام است؟ کیش، مشهد، تهران، اصفهان. خب ولی چیزی که شما میخواید ببینید و به عنوان مثلا توی دیتابیستون میخواید ذخیره بکنید دیگه، پاسخش رو به صورت مشهد ذخیره نمی کنید، زیاد رشته است، شاید اصلا یک جمله بزرگی باشه، اون وقت جمله رو که شما ذخیره نمی کنید، فضا دارید میگیرید، هزینه میدید و غیره، برای تصحیح سختتون میشه. اون موقع میاد گزینه رو انتخاب میکنید، میگید 1 2 3 4 من وقتی اینو زده میخوام 2 رو بفرستم توی دیتابیس و جدولم قرار بگیره فعلا تا بعد تصحیح بکنم و نمرهشو بدم. تصحیحش وقتی یک سری عدد داریم، مقایسه عدد خیلی راحت، زمانه و پرفورمنس اون میره بالا و راحت میشه. در یه همچین حالتی نیازمند این هستیم که به هر کدوم از اینها برچسب بدیم و برچسب دادن هم خیلی راحته. شما توی هر لی‌آوت میتونید به صورت پیشفرض به این یه تگ بدید برابر با 1، به دومی تگ بدید برابر با 2. ببینید تگ ها 1 2 3 و غیره. به بعدی تگ بدین 3، به بعدی تگ بدین 4. خب حالا من زمانی که میخوام اینو بنویسم به جای اینکه بگم get text مثلا میتونم اینجوری بگم radio button get tag، تگش رو میخوام دریافت بکنی. خب این تگ یه آبجکت کلیه، یه آبجکته، من اینو برای اینکه تبدیل به رشته بکنم باید کستش بکنم به استرینگ. اینجا تو استرینگ نمیزنیم. خب این تگ رو دریافت میکنیم، چون میدونم تگش رشته است و 1 2 3 4 هست میتونیم بزنیم. حالا بعد میتونید حتی اینو دیگه یه تگ 1 2 3 4 رو میتونید به اینتیجر تبدیل بکنید دیگه، میدونید اونو ذخیره کنید، یا اصلا یک کاراکتره نسبت به یک جمله. ببینید 2 الان گزینه 1، الان گزینه 4 و غیره. گفتیم که اگه چیزی انتخاب نشده باشه چی میشه. بذارید برگردم بیایم اینجا، دیسپلی رو میزنیم، انتظار هم میرفت که بسته بشه و درست هم هست. چرا این انتظار میرفت؟ به این دلیل که ما بهش گفتیم get check radio button ID و این ID مناسب ما بر نمیگردونه. خب اصلا اگر همینجا بگیم خراب نمیکنه برنامه رو، اینجا دیگه خراب میکنه. به این دلیل که من با این آیدی دنبال یه ویو میگردم، تازه اون ویو قابلیت کست شدن به رادیو باتن هم داشته باشه و تازه اینجا که نال برمیگرده بعد میگیم از یه دونه نال ما اومدیم تگش رو خواستیم بخونیم دیگه. نال متد نداره که ما حالا اینو بستیمش یک بار دیگه با هم ببینیم چه اروری میده و تمام. به احتمال زیاد هم همون نال پوینتر اکسپشنه. بله ببینید نال پوینتر اکسپشن میگه شما اومدی تاگل مثلا خواستی بکنی روی یه نال آبجکت رفرنس. خب البته این قبلا تاگل بود دیگه، الان تاگل نیست. به هر حال یه دونه رفرنس نال میشه، به درستی نمیتونه کار بکنه. حالا اگه ما میخوایم که حتما جواب بده میتونیم اینجا مثلا اصلا به جای اینکه اینو بگیریم یا اصلا بذارید اینجا میتونید چک کنید که اگر رادیو باتن مخالف نال بود این کار رو بکن. چون یه دستوره دیگه کروش آکولاد هم نمیخواد، بازو بسته. تک دستوری خود این دستور مال این ایفه. خب
این رادیو باتن هیچی توش انتخاب نمی کنم و میبینید که الان اتفاقی نمیافته، چون این رادیو باتن ما نال هست و ما گفتیم اگه نال نبود یعنی یه چیزی چک شده بود. این حالت ها رو در واقع چک کردن ها که به نال پوینتر اکسپشن و غیره نخورید رو حتما انجام بدید. حتی مثلا میتونیم کنترلش بکنیم، ما راه دیگر هم داره. مثلا ما همیشه میتونیم بگیم گزینه 1 رو میذارم checked true، درسته؟ از این بعد هر زمان که اجرا بشه به صورت پیش‌فرض این کیش علامت خورده هست و هر زمان من دیسپلی بزنم یکیشون انتخاب شده است دیگه، مگر از طریق پروگرامینگ بیام اینو برگردونم به حالتی که هیچ کدوم انتخاب نشده باشن و در حالت عادی همشون انتخاب شده هستن. ببینید اینجا الان هر کاری بکنم یکی انتخاب شده است، چون نمیتونم روی یکی 2 بار کلیک بکنم ببینید و از حالت انتخاب برگرده. خب حالا این رادیو باتن ممکنه بگید که من یه جایی نیازمند این هستم که این باتن من یه حالت متفاوتی داشته باشه، یک شکل متفاوتی داشته باشه، به این حالت نباشه، اصلا دوست دارم گزینه هام یه جور دیگری طراحی بشن و غیره. حالا یه مقدار در مورد این من صحبت میکنم، نه خیلی حرفه‌ای و غیره، با یو آی هنوز اونقدر کار نداریم، ولی حداقلش اینه که ما اینو یکم تغییر بدیم. این شکلی که الان در حالت پیش‌فرض می‌بینید داره نمایش داده میشه، این از نسخه‌ای به نسخه دیگر فرق میکنه در اندروید. مثلا این روی یه دیوایسی در حالت پیش‌فرض، چون استایلای اینا فرق میکنه، روی یه دیوایسی اجرا بکنیم که اندروید 2.2 داره، حالا اون مینیمالیستیکه رو باید برگردونیم به حالت پیش‌فرض، ولی اونجا رادیو باتن یکم متفاوته. دکمه های سبز رنگ هستند با حاشیه مشکی فکر میکنم، البته درست یادم نمیاد. خب ولی خب این استایل پیش‌فرض دیگه سیستم عامله، یعنی هر اپلیکیشنی توی این دیوایس، یعنی توی این امولاتور من اجرا بکنم، رادیو باتنش در حالت پیش‌فرض دستکاری نشده اینو داره. حالا چون از اپ کامپت هم استفاده میکنیم، این رنگی هم که اینجا میبینید توی کالر ها اگر بیاید values colors color accent، این رنگه. ببینید این رنگی است که شما خیلی جا میبینید. این کالر پرایمری در واقع نوار بالا رنگ اصلی مونه و این هم رنگ جایگزینمونه. شما این دو تا رو عوض بکنید دیگه خیلی راحت. مثلا من الان رنگ اصلی رو میذارم، این رنگ اصلی در حالتی که خیلی تیره تر باشه اینجوری، و رنگ جایگزین رو کلا عوض میکنم میذارم اینجور رنگی. فقط یه بازی کردیم با این سه تا رنگ. ببینید که نشونتون بدم این رنگ ها رو ما بدون دستکاری خودش پیش‌فرض از اینجا میگیره. این تم برنامه هست یا توی استایل ها میتونید ببینیدش. ببینید الان عوض شد، نوار بالا اون رنگی شد، این گزینه ها اینطور شد. توی قسمت استایل ها شما میتونید این تم رو دستکاری بکنید، ولی خب پیش‌فرض اینجوریه. حالا بریم این باتن ها رو یکم دستکاری بکنیم. خب حالا با این کاری نداریم و اینجا. برای اینکه این رو یه جوری یه تغییر کوچیک بخوام بدم و نشونتون بدم، شما فرض بکنیم که من میخوام بک‌گراند اینا رو عوض بکنم. ببینید اینا هر کدومشون یه بک‌گراند دارن. خب بک‌گراند اینا میتونه یک کالر باشه، یعنی یه رنگی باشه، مثلا رنگ پرایمری. خب رنگ پرایمری همون رنگی بود که الان رفتیم با هم ادیتش کردیم. ببینید بک‌گراندش وقتی تغییر میکنه، این گزینه اینو زومش کنم ببینید کامل این چطوری میشه. خب بک‌گراند این شد دیگه یک رنگ. یا بک‌گراندش میتونه یک تصویر باشه، add drawable، تصویر یا drawable در حالت کلی چیزایی که رسم میشن دیگه، قابل رسم هستن، که میتونه مثلا بورد رو انتخاب بکنیم. ببینید اون بورد مال بازیمون بود اگه یادتون باشه، من بزنم بازش میکنه، این بازی بود که با هم دیگه کردیم. خب این بورد و اینجا ببینید این بک‌گراندش شد، چقدر بزرگ شد. به این دلیل که ما اینجا گفتیم رپ کانتنت بس از محتواش هر چقدر هست همونقدر. مثلا اینو بذاریم 20 dp و پریویوش کنیم، ببینید این کوچکتر شد، 20x20 شد. ولی خب دیگه متن رو نمیتونیم ببینیم. از اینکه این میتونه یک دروبل باشه، یعنی اینکه ما میتونیم دروبل خودمون رو ایجاد بکنیم و به این بدیم. حتما یک تصویر نیست. دروبل ها میتونن یک قاب باشن، یک کادر باشن
رنگ پس زمینه باشن و تمام این موارد. الان من یه دروبلی میخوام ایجاد بکنم، حتما هم یک تصویر نیست که از ابتدا وجود دارن. دروبل ها هم XML میتونن کد زدی بشن و شما اگه برید داکیومنت های خود گوگل رو بخونید در قسمت دروبل ریسورس ها، مثال های خیلی زیادی زده و دامنه زیادی هم دارن برای طراحی و واقعا دستتون در اندروید بازه. اصلا کار کردن با UI و طراحی اگه بخواید از 0 تا 100 یک برنامه رو خودتون طراحی بکنید، از هیچ لایبرری جانبی استفاده نکنید، خیلی خیلی زمان بره و واقعا یه همچین کاری رو انجام بدید. داکیومنت ها رو باید کامل بخونید و کار UI خودش یه جورایی برنامه نوشتن هم میشه، یعنی شاید همونقدر زمان ببره برای ظاهر برنامه، برای چیزی که قراره منتشر بشه و شما بدید بیرون رو براتون مهمه که ظاهر بسیار مناسبی داشته باشه. خب حالا من یه مثال خیلی ساده میزنم، نمیخوام با UI خیلی کار بکنیم، فقط یه مثال خیلی ساده چون بحث آموزش رو داریم و ببینید که میشه بعضی شکل‌ها رو ایجاد کرد. من توی دروبل کلیک راست میکنم، میگم یه دونه دروبل ریسورس فایل میخوام ایجاد بکنم و اسم فایلمون رو هم میذارم رادیو باتن A. خب ببینید برام یه دونه سلکتور آورده. سلکتور چیه؟ سلکتور در واقع انتخاب کننده است دیگه، واضحه. سلکتور یه چیزیه که شما میتونید مثلا بگید وقتی رفتم روی دکمه و روش کلیک کردم چه شکلی رو نمایش بده، مثلا چه بک‌گراندی داشته باشه. خیلی خلاصش در حالتی که مثلا اومدم و انتخاب شده بود چه بک‌گراندی داشته باشه. حالا این دوتا حالت مثلا رفتیم روش و یا انتخابش کردیم، موردی هست که برای مثلا رادیو باتن میتونه وجود داشته باشه برای هر کدوم از اونها، چون انتخاب شده یکی از اون حالت. حالا من اینو از حالت سلکت خارجش میکنم، مثل لینیر لی‌آوت، ریلیتیو لی‌آوت و غیره. این تگ اصلیمونه. اینو خارجش میکنم و میذارمش یک چیز دیگه. مثلا من اینو میذارمش که باشه برابر با یه دونه شیپ. خب شیپ هست و این شیپ میتونه چند تا حالت داشته باشه. شیپ میتونه مستطیل باشه، بیزی باشه و غیره، یا یه خط باشه. من یه شیپی میخوام داشته باشم که در واقع مستطیلیه. دوباره تایپ میکنم، ببینید پراپرتی اندروید 2 شیپ. این یه چیزی مثلا لینیر لی‌آوت که شما بهش میگید خب یه پراپرتی داره مثل اورینتیشن که میذاریدش عمودی یا افقی، جهتگیری شو. حالا اینجا هم این شیپ یه پراپرتی داره که از قضا نامش با خودش یکیه و حالا مثلا میتونیم اسمش باشه تایپ، ولی خب دیگه شیپه. و این پراپرتی چند تا حالت داره؟ 4 تا حالت: رینگ، لاین، اووال و رکتانگل. این سه تا رو گفتم، اینو نگفتم بهتون فقط. خب یه مستطیل، بیزی، خط یا یه رینگ باشه که ما الان میذاریمش یه مستطیل. الان من یه مستطیل دارم، حالا داخل این مستطیل میتونم بهش ویژگی هایی بدم. مثلا این مستطیل رو حالا من برای اینکه شما ببینید خروجی این واقعا مستطیل هست یا نه، میام اینجا توی همین رادیو باتن ها گزینه مربوط به فرض بکنید اصفهان رو، آخری رو، من بک‌گراندش رو میذارم رادیو باتن A. خب با هم دیگه ببینیم. خب الان شد این بک‌گراندش. هنوز چیزی مشخص نیست، بذارید یک کم دیگه باش کار کنیم. اصلا فکر میکنم همین شیپ رو، همینو خودشو ببینیم، پریویو کنیم. خب این مستطیل، همینطور باش کار کنیم ببینیم چی میشه. مثلا این مستطیل رو من میخوام یه رنگ بهش بدم، میتونه یه رنگ بگیره. رنگ هاش 2 نوع هستن، یکی سالید یکی گرادینت. مثلا سالید رنگیه که کلن همه جا یک دست و فیل بکنه مثلا با یه رنگی، پس من یه تگ سالید میذارم خب که توش بهش میگم رنگ چی باشه. مثلا رنگشو میذارم شارپ، بزنیم 207 A20، یه سبز. این یه سبز رنگ. بیام اینجا ببینید سبز شد، حالا درست شد. شیپمون بدون رنگ بود، هیچی هم توش نداشت، خالی بود، یه جورایی یه فضای خالی بود. حالا این یه رنگی داره پشتش که ما حالا میتونیم اینو ادیت بکنیم یا هر چیز دیگه. ما میتونیم کلا بهش بدیم FFFFF یعنی سفید باشه. خب ویژگی دیگه کورنرز. میخوام این دورش، این کادر یکم با یه شعاعی مثلا مستطیلی کامل نباشه، با یه شعاعی حاشیه هاش یه جورایی دایره‌ای بشه دیگه، با یه شعاعی برش بخوره که من اینجا کافیه بنویسم radius
یا حتی این شعاع میتونه متفاوت باشه. بذارید این بک‌گراند رو من عوض بکنم تا این تفاوت این شعاع رو شما ببینید. و این توی این رادیو باتن اینجا به این ندم، بذارید به رادیو گروپ بدم، اینا بزرگتر باشه تا حتما ببینید. به این رادیو گروپ یعنی به هر 4 تا اینا با هم میدم یه همچین بک‌گراندی که حالا شد یه همچین چیزی شد. خب این رو از این حالت خارج کنم، بیایم اینجا شما نتیجه رو ببین. این الان یک، خب اینو ببندم. خب الان این مستطیل ما هست، یکم باش بازی کنم شما ببینید. مثلا اینجا شعاعش رو میدم 5 دی پی، شعاع گوشه ها رو میگم شعاع بگیره به اندازه 5 دی پی. یعنی چی؟ یعنی این گوشه هامون که الان درست نشد، یک بار دیگه ببینیم. آها خیلی کوچیکه، کم دادم، مثلا 50 دی پی برای اینکه شما ببینید کم بود. الان میشه مثلا یه همچین چیزی که البته رفرش نمیکنه. چرا؟ شاید باید اینجا یه تغییر بدم. آها اینجا هی چون مرتب رفرش میشه بهتر دیده میشه. خب این 5 دی پی. ببینید این حاشیه رو بزرگش کنم. خب این همچین شعاعی داره الان دیگه. حالا این شعاع رو میتونید شما کورنرها رو ادیت بکنید دیگه. حالا من نتیجه رو اونجا نشون نمیدم، همینجا نتیجهش رو ببینید کافیه. خب میتونید مثلا بالا داشته باشه چپ نداشته باشه که این دیگه مثل قضیه مارجینه. مارجین در حالت کلی یعنی هر 4 تا. حالا میتونید بگید مثلا تاپ لفت بالا سمت چپ به اندازه 10 دی پی، تاپ رایت مثلا به اندازه 20 دی پی، باتم لفت 0 دی پی اصلا نداشته باشه، باتم رایت پایین سمت راست مثلا 40 دی پی. حالا من اینو مثلا نشونتون بدم میشه یه همچین چیزی. اینجا زیاده، اینجا کمتره، اینجا کمتره، اینجا هیچیه. این دیگه استایله. و حالا من اینو میدم کلا یه ریدیوس برابر با فرض بکنید 5 دی پی فعلا کافیه. خب بک‌گراندش رو هم سفید. چرا سفید؟ چون دیگه با بک‌گراند کاری ندارم، میخوام یه چیز دیگه بهش بدم. حالا این بک‌گراند ما بود که شد سفید، یا حتی میتونیم اینجا بدیم 2.0 FFFF یعنی دیگه کلا مات شد، کلا دیده نشود. اینجا آلفاش هم کردیم 0 یا اپاسیتیشو کردیم 0 و تمام شد. خب یکی این رنگ. و مورد دیگه مثلا میتونید یه ضخامتی بدیم برای دورش، یه حاشیه‌ای بهش بدین. توی همچین حالتی از استروک استفاده میشه. داخل این استروک میتونید یه ویژگی هایی بدید. مثلا میتونید بگید استروکی که یه ویتسی داره برابر با مثلا 3 دی پی، حالا زیادش هم نکنید. و البته میتونه این حاشیه یه رنگی داشته باشه، مثلا رنگش کالر اکسنت، همین آبی که اون موقع دستکاری کردیم. این الان یه همچین چیزی میسازه. ببینید یه بوردر داره براتون ایجاد میکنه و شما یه حاشیه‌ای دارید رنگی که میتونید ازش استفاده کنید، یا میتونید اصلا در حالت عادی بگید که این رنگ مثلا مشکی داشته باشه. خب من حاشیه رو به جای اینکه مشکی بگم میگم یه خاکستری که مثلا 6 باشه. حالا این نزدیک مشکی هم هست، یا یکم روشن‌ترش کنیم اینجوری، یه همچین چیزی. خب این الان حالتی هست که ما داریم. از این یه دونه کپی میگیرم، این یه بک‌گراند دیگه، از همین یه دونه کپی میگیرم برای سادگی دیگه زیاد کار نکنیم باهاش، حوصلتون هم سر میره، میذارم B. خب پس A B، دو تا بک‌گراند، یکی A و یکی B. مثلا در حالت B بیاد این ضخامتش بشه 5 دی پی و رنگش این بار بشه همون add color accent. خب این بار اینجا ضخامت بیشتر شد و رنگش شد آبی. تو اون حالت ضخامت کمتره و رنگش هم هست خاکستری. اینو میخوام اعمال کنم به رادیو باتن ها، البته با یه حالت هوشمندانه تر. ببینید من الان اگه به یه دونه از رادیو باتن ها اینو بدم، یعنی بگم بک‌گراندت هست رادیو باتن A، اینو انتخاب کن، add drawable یعنی تو دروبل بگرد دنبال رادیو باتن A دیگه. ببینید این الان یه همچین چیزی، این گزینه اولمونه. گزینه دوم، سوم، چهارم رو هم میبینید. حالا من برای اینکه میبینید این کادر یکم بد میشه، مورد خاصی وجود نداره و اصلا نگران کننده نیست. میتونید بهش پدینگ 10 دی پی مثلا بدید که این بیاد محتوا بیاد تو.
یه همچین چیزی. خب این از این. و خب ببینید این دکمه الان شاید بگیم مثلا این اضافی دیگه، گزینه قرار خودش رنگ بشه و حالا من بذارید این پدینگا رو درست بکنم. به این پدینگا رو میکنم 16 دی پی یکم بیشتر باشه. خب یا همون نه 10 دی پی زیاد شد، 10 دی پی بعدی هم یه پدینگ 10 دی پی داشته باشه و مورد آخر پدینگ 10 دی پی. خب الان اینا همگی یه پدینگی دارن. و نکته دیگر این که من میخوام الان یکی از اینها مثلا اولی خب بک‌گراندش A رو داشته باشه، دومی ببینید بک‌گراندش رادیو باتن B رو داشته باشه. دومی چیزی که طراحی کردیم اینجوری بود. حالا شاید اون 5 دی پی هم خیلی زیاد شد که من این دوتا رو پس یه ادیت بکنم. میگم این اولی در حالت اول 2 دی پی و بعدی 3 دی پی، یه ذره کلوفتر و اینجوری مثلا. حالا این ادیتش نکرد، شاید از اینجا باید نگاش کنیم. خب اینجوری. خب حالا ببینید منظور من دقیقا اینه که گزینه هایی که انتخاب نشدن به این حالت باشن، اونی که انتخاب شده اینجوری باشه. اینو چطوری پیاده سازی میکنیم؟ پس الان من دارم حالت بندی میکنم، میگم اگه انتخاب شده بودی این بک‌گراند، اگه نه یه بک‌گراند دیگه. خب این نیاز به برنامه نویسی نداره، هرچند با برنامه نوشتن هم میشه. یعنی میتونید برید تو برنامه ها و هر کدوم اینو بدید و چکش بکنه. خب پروگرامینگ مثلا الان ما با پروگرامینگ میتونیم این کار رو انجام بدیم. ببینید اینو دوتاشو پاک کردم و برگشت به حالت اول. بیایم اینجا بیایم و بگیم که ما یه دونه رادیو باتن داریم یا اصلا رادیو باتن رو کاری نداشته باشیم. به اینها در حالت پیشفرض همگی بک‌گراند رادیو باتن A بدیم. این رو من برای همه‌شون کپی میکنم. ببینید دومی، سومی و چهارمی. خب الان همه‌شون اینجوریه. و حالا میخوام بگم اونی که انتخاب میشه بک‌گراندش رو عوض بکنه. توی همچین حالتی میتونیم یه همچین کاری بکنیم. و من دیسپلی رو که کاری ندارم، میام توی رادیو گروپ. به رادیو گروپ هم یه چیزی میدم set on check change listener. خب میگم new on check change listener دیگه اینترفیس ایمپلیمنت نشه، خودش دیگه اینجا داشته باشه. ببینید این الان میاد میگه که زمانی که وضعیت چک شده یا نشده گزینه ای خلاصه عوض بشه توی این گروه، یعنی بین این 4 تا گزینه یکیشون تغییر وضعیت بده، هر اتفاقی بیفته این متد اجرا خواهد شد. و به ما هم میگه که رادیو گروپ چیه، کدوم رادیو گروپ عوض شده، اون رادیو گروپی که الان ما داریم و اینو با هم دیگه چک بکنیم. میگم این رادیو گروپی که به این پاس داده شده set background که این بک‌گراندش یه دونه درویبل میخواد، میگیم r.drawable رادیو باتن B که الان این درویبل رو داره، یا میتونیم بگیم get drawable r.drawable رادیو باتن B. چه خطایی داریم؟ این حداقل API 21 رو خواسته، یا اصلا میگیم که get resources get drawable r.drawable.radio button b. حالا این دیپلیکیت هم شده، ولی خب این هم که گفته 16. خب حالا اینو من اجراش کنیم، چون الان اینطوری هم درست نیست. ما باید اونی که اول هم این وضعیت رو داشته چک شده بوده برگردونیم به حالت قبل، ولی میخوام که از طریق کدینگ نباشه. به همین دلیل یه مثال کوچیک فقط براتون بزنم ببینیم اینو ست میکنه یا نه. خب من بیام تو گزینه ها، مثلا اینو انتخاب میکنم. این رادیو گروپه، من رادیو گروپ رو دارم ادیت میکنم. ببینید بعد بگم که خود رادیو گروپ اومده پاس داده شده به این. توی همچین حالتی خب میگیم که یه دونه رادیو باتن داریم که فایند میشه بای آیدی. آیدیش از کجا میاد؟ از رادیو گروپ get check رادیو باتن آیدی. و بعد این رادیو باتن یه بک‌گراندی داره. حالا این بک‌گراند میتونه بک‌گراند ریسورس باشه.
که این بک‌گراند ریسورسش drawable.radio button b رو براش انتخاب بکنه. این هم باید یک کست بشود. پس خلاصش اینه که از روی آیدی اونی که چک شده به رادیو باتن رسیدیم و همونو بک‌گراند ریسورسش رو ست کردیم. این دوتا میتونست با هم یه جا باشه دیگه، چون اینم ویوه، یعنی اصلا کست نخواد اینجوری در یک دستور. من اینو بزرگش کنم شما، یعنی رفتیم ویوی رو گرفتیم که آیدیش میگفت تیک خورده و بعد بک‌گراندش رو عوض کردیم. با هم ببینیم چی میشه. استیکه من درست نمیگه این آی چیه، ولی حدسم اینه که اون قبلی بوده که چک شده بوده. ببینید الان هر کدومو که من تیک میزنم دیگه اون رنگی میشن، ولی اونی که قبلش تیک خورده بوده یعنی علامت زده شده و بعد از روش برداشته میشه رو هم باید ادیت بکنم دیگه. من فکر میکنم اگر اینجا اینو بذارم آی، اگر این آی همون آیدی قبلی بوده که چک خورده بوده، مشکل من رو برطرف میکنه. در غیر این صورت هیچ کمکی به هم نمیکنه. آها الان درست شد. البته برای اولی درست شد، دومی نه، مگر اینکه یه کار خیلی ابتدایی انجام بدیم، بگیم خب این یکی چک بشه و برای بقیه هر 4 تا رو اینجا تعریف بکنیم. یعنی بیایم اینجا رادیو باتن رو 4 تاشون رو تعریف بکنیم. این آی رو هم حالا من ببینیم چیه، ولی خب از این راه نمیخوام به نتیجه برسیم. میگیم که اینو برداریم، این وضعیت که الان چک خورده یا نخورده رو بدیم به خود بک‌گراند دیگه. خود بک‌گراند اینو بتونه انتخاب بکنه. تو این حالت دوباره یه دروبل میسازیم مثل همینا و این بار می‌نویسم رادیو باتن سلکتور یا اصلا رادیو باتن بک‌گراند. فایل XML هم هست. خب خودش هم پیش‌فرض سلکتور گذاشته بود، دفعه قبل هم دیدیم. حالا این سلکتور من میخواد انتخاب بکنه و تو چه حالتایی چه چیزی رو انتخاب بکنه. در واقع این سلکتور نقشش اینه که بک‌گراند رو انتخاب میکنه. میگم بک‌گراند من یا اینه یا این، حالا میتونه 3-4 تا باشه ها، ولی خب یکی از این هاست. و وضعیتام هم 4 تا حالتن، 4 تا حالت که با هم میخوام بررسی بکنیم. مثلا ما الان میخوام اینو ببینیم، میگم یه آیتم داشته باشه. خب آیتم اول به این صورته که دروبلی که به عنوان نتیجه برمیگردونی یعنی بک‌گراندمون، خب گزینه بی باشه یعنی حالت رنگی. ولی در چه حالتایی میخوایم این برگرده؟ در حالتی که من روی استیت چکت باشم true و استیت پرس هم میتونه بررسی بشه. این هم true، یعنی هم وقتی روش کلیک هم میشه این رنگی بشه. خب آیتم بعدی من مال زمانی هست که فقط روش پرس شده. حالا این شاید اونقدی حساسیت وجود نداشته باشه، ولی خب میخوایم اینو من میذارم تا شما مثلا میتونید 2-3 تا از این دروبل درست بکنید ببینید. تو این حالتی که پرس میرسه میگیم که البته اینو بذارم true، عذرخواهی میکنم، اینجاست. دروبلش رو باید بذاره رادیو باتن A. حالت بعدی فقط چک شده باشه، استیت چک انتخاب شده که توی این حالت میگیم B باید انتخاب بشه، یا در حالت چکت پرس این هم بگیم A، چون فقط توی این حالت من B رو میخوام، زمانی که پرس کرده و A رو انتخاب کرده. یا در هیچ کدوم از این حالت ها هم، حالا من A یا B، این سلکتور رو با هم بررسی میکنیم ببینیم که چی میشه تا نتیجه خوب ازش بگیریم. خب حالا این سلکتور رو من بدم به عنوان بک‌گراند اینها، خودش قابلیت انتخاب داره. ببینید رادیو باتن بک‌گراند، رادیو باتن بک‌گراند و رادیو باتن بک‌گراند. ببینید این حالت هست. خب حالا اینو با هم اجرا کنیم ببینیم چی میشه. خب بیلد شد و الان میاد بالا. ببینید این حالت هست دیگه. اینو اگر انتخاب کنم تا اینو درست نذاشت، فکر کنم باید بیاد اینجا. اینو باید بذاریم B. تو حالتی که
سلکت هست و نیست. هم معمولی داریم هم استیت سلکت یا انتخاب شده که ما اینها رو باید با هم دیگه درست سلکتشون بکنیم. حالا من تو استیت معمولی اینجا A باشه، در حالتی که پرس میشه یا چک میشه هم B قرار بگیره. خب الان درست شد. آره ببینید بک‌گراندو اون A و B رو دقیقا برعکس داده بودم. بک‌گراند رو ببینید در حالتی که من روش پرس میکنم و ببینید دستمو نگه میدارم، بک‌گراندش میشه A. آها اینجاست، این حالته. در حالتی که چک خورده هست و پرس هم میکنم، حالا درست شد. دقیقا درست شد. الان این علامت زده شده، روش کلیک هم میکنیم، باید نشون بده که داریم کلیک میکنیم دیگه. اینطوری میشه و عملیات کلیک کردن تو این حالت بهتر نشون داده میشه. اینا همگی در حالت پیش‌فرض هستند که میشه A، این حالت آخر که هیچ شرطی نداره، و در حالتی که چک خورده باشه باید B بیاد، پرس هم که میشه باید B بیاد. این در واقع فقط برای نمایش کلیک شدن روی آیتمی هست که در حال حاضر انتخاب شده هست. ببینید این خودش هم بدون هیچ نوشتن برنامه‌ای داره این کار انجام میده. اما نکته‌ای که هست، ببینید این گزینه شاید این دایره دیگه اضافه باشه. ما داریم از روی رنگ این بک‌گراند یا این حاشیه میفهمیم کدوم داره انتخاب میشه. شاید بخوایم اینو حذف بکنیم. بیایم یه تلاشی بکنیم ببینیم دکمه‌شو میتونیم حذف کنیم یا نه. ببینید این دکمه میتونه خودش شکل بگیره. یه پراپرتی داره با نام باتن. خب این باتن میتونه شکل بگیره. مثلا من الان باتن این نمیدونم کدومه، کیش، به این باتن سجستشن هم نداره. آها این باتن شکل میتونه بگیره. این باتن میتونه یه ویژگی یا پراپرتی رو داشته باشه به صورت اینکه مثلا ما الان میخوایم حذفش کنیم دیگه، میخوایم مخفیش بکنیم، یا میتونیم فکر کنم بهش رنگ بدیم. حالا من اینجا میگم اندروید $color/ در واقع از رنگای خود اندروید میخوام استفاده بکنم. ریسورس خود اندروید ترانسپرنت رو اگه بهش بدیم فکر کنم درست بشه. آها حذف شد. پس این پراپرتی رو میتونیم بهش بدیم، به همه اینها بدیم. و حالا فکر میکنم اون استایلی که میخواستیم بدیم و شکل گزینه ها رو تغییر بدیم درست شد. الان گزینه ها ببینید با استفاده از همین کادر قابلیت انتخاب دارن و ما تغییرشون دادیم. حالا عمل کرده این دکمه که دیگه سر جای خودش هست و هیچ تفاوتی نمیکنه، روی ظاهر اومدیم کار کردیم. خب حالا ممکنه بگید بهتر اینا هم اندازه باشن. خب هم اندازه بودنشون به خاطر این ویدسه. مثلا اگه به همه بدین مچ پرنت یا به همه بدین 20 TP هم اندازه میشه حداقل، که ما دیگه با اون کاری نداریم، این شکلش رو عوض نمی کنیم. خب تا همینجا کافیه به عنوان آشنایی و البته یه مقداری هم کار کردن با این ریسورس های دروبل. همینقدر کافیه. رادیو باتن آشنا شدیم. اگه بتونیم اسپینر رو فکر میکنم توی همین فصل یا در فصل بعدی باهاش آشنا میشیم دیگه، چون خیلی شباهت داره. این مبحث رو همزمان نگیم ولی شاید هم توی همین فصل بذاریمش و با اسپینر هم آشنا بشید، نوار کشویی که باز میشه و که گزینه‌ها رو استفاده میکنید. و نکته خاص دیگری هم رادیو باتن تقریبا نداره.